صورتی ها سلام به دنیای من خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام باهاتون در مورد اون حس بی انرژی بودن صبح که از خواب بیدار میشیم صحبت کنم. خیلی وقتا پیش میاد که وقتی از خواب بیدار میشیم با اینکه مثلا 7-8 ساعت خوابیدیم، استراحت کامل کرده بدنمون، ولی حس میکنیم که انرژی کافی برای اینکه روزمون رو شروع کنیم نداریم، یا اصلا حال و حوصله این که اون روز بخوایم کاری انجام بدیم رو نداریم. میخوام بهتون چند تا راهکار بگم که با انجام دادن اینا به طور کلی بتونید روزتون رو پر انرژی و با روحیه خوبی شروع کنید. البته که ممکنه که انجام دادنشون یه خود اولش سخت باشه، ولی خب به نتیجه‌ای که بهتون میده میارزه. و قبل از اینکه بریم اون راهکارا رو بهتون بگم، بابت صدام عذرخواهی میکنم چون من سرما خوردم و هنوز خوب نشدم. یعنی حالت سرماخوردگیم خوب شده ولی صدام همچنان بر نگشته و واقعیتش دیدم هفته پیش هم ویدیو نذاشتم و اگه بخوام به امید این صدا باشم معلوم نیست که دوباره بتونم بیام باهاتون صحبت کنم. و مرسی که صدای من رو تو این ویدیو تحمل میکنید. اولین راهکار اینه که صبح‌ها یه ذره زودتر بیدار شین و نور صبحگاهی رو به بدنتون برسونید. نور طبیعی صبح میتونه باعث بشه که ساعت بیولوژیکی بدن ما تنظیم بشه و اون نور خورشید به بدن این پیغام رو میده که وقت بیدار شدنه. هورمون ملاتونین که همون هورمونیه که باعث خواب آلودگی میشه، در معرض نور خورشید خیلی سریع کاهش پیدا میکنه و در عوض بدن شروع میکنه به تولید هورمون سروتونین که همون هورمون شادی و خوشحالیه و نور خورشید در واقع میاد این پیغام رو به بدن میده که دیگه بیدار شو، الان وقت فعالیت روزانه است. و شما میتونید این کار رو با قدم زدن زیر نور خورشید تو فضای باز یا حتی باز کردن پنجره و اینکه به نور خورشید اجازه بدین مستقیم به بدنتون بخوره انجام بدید. و حتی اگر روز ابری هم هست، باز قرار گرفتن توی فضای باز میتونه که اون حس رو به بدن بده و همون تأثیر مشابه رو بدن بذاره و این نور خورشید باعث میشه خواب شبانه‌تون هم بهتر بشه. از اون طرف به خاطر اینکه گفتم بهتون ساعت بیولوژیکی رو تنظیم میکنه، به خاطر همین ساعت بدن در واقع تنظیم میشه برای اینکه شبا بهتر بخوابه و روزا فعالتر باشه. آروم بیدارشین، خیلی عجله نکنید. اینکه صبح بدون عجله و با آرامش بیدارشید باعث میشه که استرستون کمتر بشه، اون فشار صبحگاهی که به آدم میاد کمتر بشه و همینطور هم باعث میشه که در طول روز خلق و خوی بهتری داشته باشین. و خب این آرامشه میتونه خودش باعث این بشه که کمتر وسایلتون رو یا چیزا رو فراموش کنید یا تو رفت و آمد حتی استرس کمتری داشته باشین. شروع روز با آرامش باعث میشه که ذهنتون آمادگی بیشتری برای چالش‌های روزانه داشته باشه و خب این حس رو بهتون میده که به خودتون اهمیت بیشتری میدین و همین حس خوب حالتون رو بهتر میکنه. و برای اینکه بتونید با آرامش بیدار شین، راهکارهای مختلفی هست. مثلا اینکه وسایلتون رو از شب قبل آماده کنید. مثلا اگه سر کار میرین لباستون رو از شب قبل آماده کنید یا ساعت بیداریتون رو 10-15 دقیقه زودتر تنظیم کنید که تایم کافی داشته باشید که بدون عجله بلند شید و به کارهای روزانه‌تون برسید. یک روتین صبحگاهی برای خودتون داشته باشین. داشتن روتین باعث میشه که روزتون رو با کنترل بیشتری شروع کنید و احساس کنید که روی زندگی خودتون بیشتر کنترل دارین. عادتهایی مثلا ورزش کردن، کتاب خوندن، گوش دادن به مثلا آهنگ یا پادکست، حتی نوشیدن یه فنجون قهوه میتونه توی روتینتون قرار بگیره
و خب اینا بعد از یه مدتی به مرور به شکل عادت در میان و دیگه شما لازم نیست که انرژی خیلی زیادی رو برای انجام دادنشون بذارید. داشتن روتین و انجام اون باعث میشه که شما در ابتدای روز احساس موفقیت بیشتری بکنید. به هر حال یک برنامه‌ای تو زندگیتون هست که با موفقیت انجامش دادید. در نتیجه باعث میشه که در طول روز هم خیلی پر انرژی تر باشید. صبح اصلا از گوشی موبایل استفاده نکنید. اینکه صبح که از خواب بیدار میشید میرید تو شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که بهتون کلی استرس و احساس منفی منتقل بشه. درگیر اخبار روزانه میشین، درگیر مشکلات دیگران میشین و همین باعث میشه که انرژی صبحگاهیتون به شدت افت کنه. محدود کردن استفاده از موبایل توی ساعت‌های مثلا اول صبح باعث میشه که تمرکزتون هم بیشتر بشه، حواس پرتیتون کمتر بشه و وقتی که توی 30 دقیقه‌ای که اول صبح که بیدار میشین، اون 30 دقیقه اول از گوشی استفاده نکنید، آرامش بیشتری هم در طول روز داریم. میتونید این استفاده از گوشی رو، چون میدونم که خیلی سخته که یهو بذارید کنار، میتونید کم کم با عادتایی مثل نوشتن یا کتاب خوندن یا مثلا همون گوش دادن به موسیقی و پادکست و اینجور چیزا جایگزین کنید که خود اینا باعث میشن که حالتون بهتر باشه برای تمام روز. قبل از اینم که نکته بعدی رو بهتون بگم، لطفا اگر که تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و با دوستاتونم به اشتراک بذارین و دکمه سابسکرایب هم فراموش نکنید. بریم بعدی. روزتون رو با نوشیدن آب شروع کنید. در واقع ما ساعتهای طولانی خوابیدیم و تو این ساعتها بدنمون دچار کم آبی میشه و خب میدونید دیگه بدن خیلی به آب نیاز داره برای فعالیتش و اولین قدم برای اینکه بتونیم اون تعادل و ابتدای روز تو بدنمون برقرار کنیم اینه که آب کافی بنوشیم و نوشیدن آب متابولیسم بدن رو تا حدود 30% بالا میبره و همین باعث میشه انرژی بیشتری داشته باشین و باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش و آرامش ذهن میشه. کم آبی بدن میتونه حتی باعث سردرد و خستگی و کم شدن تمرکز بشه. پس این آب برای سلامتیمون واقعا ضروری هستش. البته که خب خیلی ها مثلا ترجیح میدن آب گرم بخورن یا دمنوش بخورن تو صبح و بعضی ها هم دیدین که آب لیمو ترش اضافه میکنن به اون آبی که میخوان بنوشن. اون هم خب خیلی خوبه چون ویتامین C و آنتی اکسیدان به آب اضافه میکنه و میتونه مفید باشه و اینا یه تاثیرات مشابهی دارن دیگه، چون به هر حال شما دارین آب مینوشین. البته که چای و قهوه رو زیاد جزو آب حساب نکنید چون اونا انقدر دفع رو افزایش میدن که به جای اینکه میزان آب داخل بدنتون بیشتر بشه حتی کمتر هم میشه. اول صبح ورزش کنید، حتی اگر خیلی کوتاه باشه. ورزش حتی به میزان کوتاه میتونه گردش خون رو تو بدن بهتر کنه، اکسیژن بیشتری به مغز برسونه و در کنارش با افزایش هورمون اندروفین تو بدن، اگر درست تلفظش کنم، باعث این میشه که احساس شادی بیشتری بکنید و استرستون کاهش پیدا کنه. ورزش صبحگاهی میتونه حتی تمرکز و قدرت تصمیم گیریتون هم بالا ببره و 10 دقیقه ورزش توی صبح میتونه تفاوت خیلی زیادی تو میزان سطح انرژیتون توی کل روز داشته باشه. البته که من خودم تو این مورد واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارم چون که برام خیلی سخته، انجامش نمیدم، ولی شما انجام بدین، تاثیرشو به من بگین، شاید منم تشویقشم انجام بدم. یه چیز دیگه هم که داره اینه که حرکات کششی تو صبح میتونه دردای عضلانی و اینجور چیزا رو هم کم کنه و همین چیزای ساده مثل حرکات کششی، مثل پیاده روی اینا خیلی میتونه شما رو برای کل روز سرحال تر کنه. صبحانه سالم بخورین. صبحانه متعادل و سالم میتونه که عملکرد مغز رو افزایش بده و از طرفی هم سطح انرژیتون رو ثابت نگه میداره که این صبحانه متعادل و سالم مثلا شامل چیاه، پروتئین و فیبر و کربوهیدرات های پیچیده.
خوردن پروتئین توی صبحانه باعث میشه که احساس سیری داشته باشین و در تمام طول روز پر انرژی تر باشین و توی نقطه مقابلش دقیقاً مواد قندی اگر که صبحانه مثلا بخورید، چیزای شیرین بخورید، باعث میشه که خیلی سریع، چون یهو قندتون رو میبره بالا، بعد از اونم یهو قند میفته پایین، افت شدید پیدا میکنه و بیحال و کم انرژی میشین. و برای صبحونه چیزایی مثل تخم مرغ، غلات کامل، اسموتی میوه، اینجور چیزا خیلی خوبن و سالم هستن. و اگرم دیگه خیلی وقت ندارین، از آجیل و میوه خشکم میتونید استفاده کنید. با طبیعت آشتی کنید. به همین راحتی. ارتباط با طبیعت باعث میشه که هورمون استرس تو بدن کاهش پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی آرامش بیشتر. چند دقیقه پیاده روی تو فضای طبیعت، فضای سبز، باعث میشه که خیلی روحیه بهتری پیدا کنین، آرامش بیشتری پیدا کنین و انرژیتون هم برای کل روز بالاتر بره. این عادت به خصوص برای ماهایی که تو شهرهای شلوغ و خیلی مدرن و اینا زندگی میکنیم خیلی خیلی مفید و لازمه. و حتی تحقیقات نشون میدن که ارتباط با همین گلوگیاهای خونگی که توی خونه هامون داریم میتونه یه تأثیر مشابهی داشته باشه، چون بالاخره اونام یه بخشی از طبیعتن. و حتی این ارتباط با طبیعت میتونه تا 50% خلاقیتتون رو هم بالا ببره. پس خیلی مفیده و اصلاً فراموشش نکنید. و در نهایت با تمام عشقتون همدیگر رو در آغوش بکشید. تماس انسانی مثل بغل کردن عزیزاتون میتونه هورمون اکسیتوسین که همون هورمون عشق هم اصطلاحاً بهش میگن رو تو بدن افزایش بده و این هورمون باعث این میشه که استرستون به شدت کم بشه و احساس آرامش و خوشحالیتون در عوض خیلی زیاد بشه. این در آغوش کشیدن میتونه اعتماد به نفس و انگیزتون رو خیلی خیلی بالا ببره و بهتون حس امنیت میده و باعث میشه که در طول روز روابط اجتماعی خیلی خیلی بهتری داشته باشین و در واقع این تعامله باعث میشه شما حس کنید که بخشی از یک اجتماع هستین و حس تعلق بهتون میده. حتی تعامل‌های خیلی کوچیک مثل لبخند زدن یا یک گفتگوی کوتاه، صحبت کردن کوتاه با کسی که دوستش دارین هم میتونه همین اثر رو داشته باشه. البته که طبق تحقیقاتی که دانشمندا کردن، اگر کسی از عزیزانتون کنارتون نیست، بهش دسترسی ندارین، ارتباط و تعامل با حیوانات خونگی هم میتونه یه تأثیر مشابهی داشته باشه. به هر حال یه حس خوب اعتماد به نفس و عشق و انگیزه رو توتون تقویت میکنه. متشکرم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که این راهکارهایی که بهتون گفتم براتون مفید باشه و اگر هم انجامشون دادین نتیجهش رو به من حتما بگید، تو کامنت ها برام بنویسید. اگر همین الان انجام میدید این کارا رو برام بنویسید که تاثیرش توی زندگیتون چی بوده. خیلی خوشحال میشم که حرفاتون رو بخونم و لطفاً ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتونم به اشتراک بذارین، شاید به درد اونا هم بخوره. و اگر هنوز عضو خانواده صورتیمون نشدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، کانال رو سابسکرایب کنید، چون که خیلی دوست دارم که تو ویدیوهای بعدی هم شما با من همراه باشین. و فراموش نکنید که شما کافی هستین. خودتون رو خیلی دوست داشته باشین. خداحافظ.